акнун дӯстони азиз, набарди паҳлавонон барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза оғоз мешавад. Дар ин ҷо пироҳани сафед ба бар кардааст. Ин паҳлавон Алиҷон Сафаралиев аст. Паҳлавони шаҳри Душанбе бар муқобили рақибаш Боқиев мебарояд. Боқиев Абубакр, паҳлавоне ки аз сулолаи Боқиевҳо аст. Ҳар ду паҳлавон донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷавонпаҳлавон Саидмомин Раҳимов ҳастанд. خب نبرد پهلوانان اکنون آغاز می شود. اولین دیدار برای به دست آوردن شاه جایزه автомашина. 4 شاه جایزه که برای 4 وزن مقرر شده است. حالا رقیبان خود را پیدا کردنی هستند. وزن 65 کیلو. علیجان سفرعلیف پیراهن سفید به بر کرده است و باقیف باشد با پیراهن سبز گوشتین میگیرد. اینجا ابوبکر باقیف، ابوبکر باقیف نبرد خود را آغاز میکند. خب اکنون علیجان سفرعلیف پیراهن سفید قد بلند دارد بر مقابل ابوبکر باقیف هنرنمایی خود را آغاز کرده است. ببینیم چی می شود. خب ابوبکر نزدیک می رود. قد پستی و خطر هم دارد برای علیجان سفرعلیف. می تواند که این دو پهلوان یکی نشیند و دیگری با سمت دیگر هنرنمایی کند. خب دست و چنگال ابوبکر نزدیکتر. علیجان پشت پای رقیب مانع گذاشتنی شد، اما دوار مرکز خسرو شایفی اشاره میکند که هنوز نه غیر قناعت بخش این پرتوفت ابوبکر از سلالای باقیف، سلالایی که در اصل اماکیو رسول باقیف در تاریخ ورزشی تاجیک صحیفه رنگین گوشتین جدا را باز کرده است. در دوران صاحب استقلالی کشور رسول باقیف با خزینه ورزشی تاجیکستان اولین نشانی المپی آورد. ابوبکر علیجان رو ببینید اکنون قد بلند دارد، نزدیک می رود. علیجان بسیار چست و چالاک است. این پهلوان است که در آغاز هم بسیار خوب درخشیده بود. ابوبکر می تواند که زمین نشیند و علیجان می تواند خود را کنار برد. اولین شاه جایزه میان پهلوانان 65 کیلو. حالا صاحب خود را پیدا نکرده است. اینجا ببینید دست و چنگال مبارزه قوی است. علیجان یک سمت دیگر، ابوبکر حرکت های بسیار هم قوی. علیجان نزدیکتر میبرد، پشت پای رقیب گذاشتن. این نوروزگاه ابوبکر، ابوبکر بسیار هم کوشش خوب کرد. علیجان سفرعلیف قد بلندی و چندین مراتب رقیبان را پشت پای مانع گذاشتن به تخت پشت افکنده است. ابوبکر باشد پیروی از امک پدر و امکو امروز در گشتنی ملی تاجیکی میخواهد دوباره آن قلاهایی که هم امک هم پدر کسب کرده است، یعنی به این قلاه ها رسد. ببینید نزدیک ابوبکر می رود. علیجان قضی بلند دارد، دستی خود را رها کردنی است. چند چنگالی بسیار پرقوت می گیرد. اکنون فاصله دورتر می شود، باز نزدیکتر می رود و علیجان در اینجا بسیار دست و چنگال قوی را می برد. علیجان خیلی جوان است، نه من کودکم، گرچه تو هستی جوان با گوشتی کمربند دارم میان. علیجان نوسته است، نه جوانیش. حالا ابوبکر را هم در یک حالتی ناگوار آورد. اولین آگاهی برای ابوبکر. علیجان در اینجا بسیار هم از هر جانب برای پهلوانان مصلحت میدهند. فاصله نزدیکتر میرود ابوبکر و رقیب را میخواهد که از مرکز میدان بیرون کند و بعدا هجوم کند. دست و چنگال ابوبکر به مثل بابر با چنگال به گریبان رقیب چنگال میزند. قسمت مخلصان صدا بلند میکنند گوشتی گیرید. خسرو شایف داور جوان گیرید. حالا نزدیک دیگر ببینید، خیلی هم حالتهای خوب جذاب. در اینجا ابوبکر نزدیکتر می شود. یک حالت بسیار هم پر احساس میان این دو پهلوان بود. برای به دست آوردن شاه جایزه از جانب
حاکمیت دولتی شهر دوشنبه مخصوصا توجهی رئیس شهر دوشنبه به گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری برای هوسمند نمودن پهلوانان 4 جایزه اولین مراتب در تاریخ گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری چون ابوبکر و دیگر پهلوانان رو برآورد. اوه یک پهلو یا بدن نشان میده. اوه حالت تکرار رو میبینیم. حالت تکرار رو میبینیم. در اینجا چی بود؟ بدن رو تصدیق میکند سرداور. اکنون علی جان باشه شتابان به نزد ابوبکر میرود. دوباره حالتی که ابوبکر با کیف را به پیش میبرد. ابوبکر باقیف برای پیروی از آمک خود رسول باقیف پدر خود رستم باقیف نزدیکتر می رود. ببینید حالتهای بسیار هم جذاب. دوباره ابوبکر سر کتف را پیش گرفته است. این پهلوان میخواهد که سر کتف نماید. یک بدن کاری او را به پیش برده ایستاده است. هر آن کس که به گشتی نبرد آورد سر میهن زیر گرد آورد. اوه علی جان شتابان برای کمربند پیدا کردن ابوبکر شتابی بسیار دارد. ابوبکر باقی باشد 30 ثانیه دیگر را منتظر است تا اینکه در اینجا اوه این پهلو انا اکنون مخلصان در یک حالت بسیار هم جذاب هستند. اگر امکان باشد حالا ما فرصت شاید کمتر باشد بگذار لحظه های رو ببینیم بعد حالت تکرار رو بگذار حالت دوام دادن مسابقات رو ببینیم بعدا حالت تکرار که در اینجا علی جان شتابان به سمت ابوبکر باقیف می رود. وقت کمی دیگر باقی مونده است. بحث همون شکلی پیشتر روش خوبه که ابوبکر باقیف دارد. خیلی بسیار جذاب. حالا ثانیه های انگوش شمار باقی مانده است. این انگوش ثانیه های باقی مانده است که برای ابوبکر شاید شادی و طرب برای همراهان او بیارد و شاه جایزه چند لحظه پس اولین شاه جایزه اتومبیل صاحبش را خواهد پیدا کرد. این هفتش پهلو هیچ امتیاز نیست داور مرکز میگوید و مبارزه برای بردست آوردن شاه جایزه خیلی پرشدت با یک روش جذاب و جالب جریان میگیرد. ببینید مخلصان در پهلوی من هستند. یکی ابو دیگر علی جان میگوید کی در اینجا غالب میبراید یا علی جان یا ابو اما ابو نزدیک است با پیروزی. وقت به انجام رسید. این پیروزی پاس داشتن نام رسول باقیف پدر خود رستم باقیف سلاله باقیف ها این کفکوبی به خاطر این سلاله است که همه پهلوان است. شبال و قابان دو بازو کشاد حریفان بزد ار زمین بر هوا. انا این است اولین شاه جایزه در وزن 65 کیلو ابوبکر باقیف. آفرین به خاطر باقیف سلاله باقیف این جام یعنی جام پایتخت مسابقه جمهوری اوید به گشتینگیری حالت تکرار رو میبینه. ببینید باقیف خیلی خوب درخشیده است. سر کتف میکند هر لحظه رقیب رو پهلو میافتاند و این پهلوهایی که زیبایی که بودن از جانب ابوبکر باقیف. آفرین. اکنون جفت دوم برای به دست آوردن دومین شاه جایزه جام پایتخت بخشیده به تجلیل جشن نوروزی